پرویز صیاد از هنرمندان همیشه پرطرفدار و محبوب قبل از انقلابه که با مجموعه صمد آقا طرفدارانش صدها برابر شد. با ما همراه باشید تا در این ویدیو به بیوگرافی این هنرمند عزیز و ماجرای ازدواج و همچنین اینکه الان کجاست و چه کار میکنه میپردازیم. سلام دوستان، من بهار هستم و اینجا دهکده بیوگرافیه. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. پرویز صیاد متولد 1318 در لاهیجان بازیگره. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و به جز بازیگری نمایشنامه نویسی، تهیه کنندگی و نویسندگی نیز انجام میده و حالا ساکن آمریکاست. پرویز صیاد فعالیت خودش را از 18 سالگی در سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه آغاز کرد. اما خودش میگه کسی سفارش شعر یا قصه کوتاه به من نمیداد. در مقابل شعر و قصه نویسی گروه‌های نمایشی برای نمایشنامه تقاضای زیادی میدادند و برای همین بود که رو به نوشتن نمایشنامه آوردم. همین شد که همکاری خود رو با اداره هنرهای دراماتیک برای تئاترهای تک‌پرده‌ای و خصوصی شبکه 3 شروع کردم. پرویز صیاد در سال 1346 تا 1349 نویسنده سریال سرکار استوار بود که یک نقش گذرا به نام صمد نیز خودش در اون ایفا کرد. همین نقش کوتاه مورد استقبال عجیبی قرار گرفت و باعث شد یک سال بعد اولین سریال صمد و قالیچه حضرت سلیمان به کارگردانی و بازیگری پرویز صیاد در تلویزیون پخش بشه. اون با این سریال در نقش صمد به شهرت عجیبی دست پیدا کرد. محبوبیت صمد 9 فیلم سینمایی رو به دنبال داشت که آخرینش صمد گور به گور می شود نام داشت و این آخرین مجموعه‌ای بود که مصادف با انقلاب بود. در مورد همسر واقعی آقای پرویز صیاد یا همون صمد آقا همیشه شک و شبهه و شایعات زیادی وجود داشت. خیلی‌ها میگفتن سر همون پروژه صمد آقا پرویز صیاد با شهناز تهرانی واقعاً ازدواج کرده. بعد از اون هم عکس‌های زیادی از پرویز صیاد در کنار هنرمندان مختلفی منتشر میشد. مثل شهره آقداشلو یا مری آپیک که گفته میشد اینها همسران پرویز صیاد هستند و دوره‌ای با ایشون ازدواج کرده بودند. اما آقای پرویز صیاد فقط یک همسر دارند که از آشناهای دورشون بودن و اسمشون هم پروینه و در همون سالهای اوج جوونی با همین خانم پروین ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 دختر به نامهای مریم و بنفشه هستند که مریم صیاد بازیگره و در زمینه نمایش و تئاتر فعالیت میکنه و بنفشه صیاد هم در زمینه رقص فعالیت میکنه. پرویز صیاد در قالب نقش صمد آقا فیلم‌های طنز تند و تیزی ساخت در انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین برای چند فیلم شعر، تدوین، نوازندگی و مشاوره فیلمنامه و طراحی و چهره پردازی نیز انجام داد. ایشون چند کتاب هم نوشتند و چاپ کردند. پرویز صیاد بین سال 1346 تا 49 نویسنده سریال سرکار استوار بود که نقش گذرایی به نام صمد رو نیز خودش در اون بازی کرد. آقای پرویز صیادی با ایفای نقش اسدالله میرزا در سریال دایجان ناپل اون نیز برای خودش یک نقشی ماندگار در تلویزیون تاریخ ایران ساخت. پرویز صیاد در مصاحبه‌ای در مورد بازیش در این سریال میگه بعد از پخش سریال دایجان ناپل اون مرحوم هویدا یه مهمانی شام برای قدردانی از سازندگان نمایش در کاخ نخست وزیری ترتیب داد و همه دستاندرکاران فیلم رو دعوت کرد. من در اون زمان نمایش ماشین نویس ها رو در تئاتر کوچک تهران روی صحنه داشتم که بلیط‌هاش همیشه پیش فروش بود. روزهای جمعه هم 2 سانس داشتیم. چون مهمانی هویدا هم جمعه بود از حضور در اون عذر خواستم. شب موعود بعد از اجرای نمایش من که طبق معمول آخرین نفری بودم که از تئاتر خارج می شدم، درست جلوی در خروجی راننده‌ای در یک لیموزین سیاه رنگ در رو باز کرد و گفت آقای هویدا فرمودن بعد از نمایش شما رو ببرم به نخست وزیری
و جوری گفت که هیچ عذر و بهانه‌ای هم پذیرفته نیست. گفتم اجازه میدید به منزل خبر بدم که نگران نباشند؟ گفت بله حتما. برگشتم تو سالن و به همسرم ماجرا رو گفتم و بعد سوار ماشین شدم. وقتی رسیدیم به نخست وزیری تقریبا نیمه شب بود. به محض ورود اونجا آقای هویدا فرمودند برید پشت میکروفون نقشتون رو اجرا کنید. گفتم چه نقشی اجرا کنم؟ گفت نقش خودتون رو، اسدالله میرزا. گفتم چجوری؟ گفت از من میپرسید چجوری؟ قبل از شما بازیگرای دیگه‌ای رفتند و نقشاشون رو بازی کردند. فقط شما موندید. گفتم من چجوری بازی کنم پشت میکروفون؟ گفت آقا من چه میدونم. خانم عزیزالسلطنه چاقو برداشته دنبال دوستعلی خان میگشت. شما هم یه کاری بکنید دیگه. و منو هل داد داخل اتاقی که وسطش میکروفونی روی پایه فلزی به چشم میخورد. با ورود من جمعی که در تاریکی تشخیص داده نمیشدند سر و صدایی به پا کردند و بعد سکوت شد. کاملا حس میشد منتظرن که من کاری بکنم یا چیزی بگم. توی میکروفون گفتم من پرویز صیاد هستم. درود میفرستم خدمت شما و با عرض معذرت موندم که چه کار باید بکنم. اینجا به من گفتن همکاران دیگه من اومدن و به تناسب نقشی که داشتن در سریال دایجان ناپل اون کاری کردند. نقش من در اون سریال معمولاً توصیه به رفتن به سان فرانسیسکو بود. حالا موندم که میکروفونی چطور میتونم رفتن به سان فرانسیسکو رو توصیه کنم. و این یکی از خاطرات جالبی بود که در ذهنم از اون قدیما مونده. آقای پرویز صیادی مدتی قبل از انقلاب برای آماده سازی فیلم جدیدش به لندن سفر کرده بود و بعد با وقوع انقلاب مجبور شد با تغییر اوضاع و سختگیری‌های حکومت جدید برای هنرمندان و همکارانش در ایران همونجا موندگار بشه و بعد از لندن به آمریکا مهاجرت کرد. آقای پرویز صیادی با مهاجرت کردن به آمریکا اولین فیلم خود یعنی فرستنده رو به همراه رضا آریا تهیه کنندگی کرد و به پرده نمایش درآورد. اون با مهاجرت به آمریکا فعالیت هنری خودش رو در تئاتر و تلویزیون به صورت جدی و حرفه‌ای ادامه داد و نقش پررنگی در حوزه تئاتر و نمایش‌های طنز بر جای گذاشت. پرویز صیاد در کارنامه‌اش 17 فیلمنامه، 13 کارگردانی فیلم سینمایی و 33 عنوان بازیگری داره. پرویز صیادی برای ساخت فیلم فرستاده که 5 سال بعد از انقلاب در آمریکا ساخته شد و اولین فیلم بلند پرویز صیاد محسوب میشد، برنده جایزه یوزپلنگ برنزی از جشنواره فیلم نیز شد. آقای صیاد اصولاً یک بازیگر و کارگردان سیاسی محسوب میشه و حتی در فیلمنامه‌ها و تئاترهای ایشون هم رگ تند و تیزی از سیاست دیده میشه. ایشون با الهام از فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان نمایشی به نام محاکمه سینما رکس ساخت و کارگردانی کرد که خیلی از این تئاتر بعدها تعجب کردند و حتی شوکه شدند. اون در این باره گفت وقتی سینما رکس آتش گرفت من در مونیخ بودم و از طریق یکی از دوستانم در جریان ماجرا قرار گرفتم و به عنوان عضوی از خانواده سینما این فاجعه روی من خیلی تأثیر گذاشت. به خصوص از این نظر خیلی برآشفته شدم. یکی دیگه از کارهای معروف پرویز صیاد که بعد از انقلاب ساخته شد فیلم چک پوینت بود که به فارسی هم ترجمه شد. پرویز صیاد در آخرین ایفای نقش تلویزیونیش در شبکه من و تو در فیلم دروغ 12 ایفای نقش کرد و بعد هم در مصاحبه‌ای گفت که مشغول نوشتن و چاپ کردن کتاب خاطراتشه. با آرزوی سلامتی برای این هنرمند بزرگ و عزیز. لطفاً شما دوستان هم یک جمله در وصف ایشون برامون توی بخش کامنت ها بنویسید. دوستان عزیز، ممنون که کانال رو سابسکرایب میکنید و زنگوله کنارش هم میزنید. تا ویدیوی بعدی در خوشی و آرامش باشید.